این همون زرش پلو با مرغ رستورانیه که طعمش تا همیشه زیر زبونت میمونه. مرغا رو چند ساعتی گذاشتم تو آب نمک که بوی زهمش گرفته شه. پیاز، فلفل دلمه‌ای و هویج رو خورد کردم، گذاشتم کنار. مرغا رو از آب نمک کشیدم، روی مرغ رو با چاقو برش سطحی زدم. هر دو طرف مرغ رو توی روغن داغ سرخ کردم. داخل همون تابه سس خوشمزه‌مون رو درست می‌کنم. پیاز رو تفت دادم، کمی که سبک شد فلفل دلمه و هویج ریختم، رب رو بهش اضافه کردم، خوب سرخ کردم. رنگ رب که تغییر کرد، ادویه ها رو ریختم و بعد هم آب جوش اضافه کردم. مرغ ها رو از سمتی که برش زدم گذاشتم داخل سس، بعد زیر و رو کردم. نیم ساعت آخر پختم به زعفرون و آب لیمو زدم. زرش رو با کره تفت دادم، بعد بهش خلال و بادام و پسته اضافه کردم. بعد هم با برنج زعفرونی و پیاز داغ مجلسی تزیین کردم و در آخر مرغ های خوش رنگ و خوشمزه و خفنمون میاد کنارش و سس جذابش. قطعا این طعم رو فراموش نخواهید.